خیارشوری که تو 1 ربع درست میشه، ترد و خوشمزه، وکیوم شده با ماندگاری بالا. وقتی که شیشه رو اینجوری برگردونیم وکیوم میشن و تا 1 سال ماندگاری دارن. با من همراه باشیم. خیارا رو شستم، خشک کردم، باید کامل خشک باشن. با خلال دندون چند دونه سوراخ روی خیارا میزنیم که ترد باشن. مرزم که شستیم باید کاملا خشک باشه سبزیمون. کف ظرف و مرزه میذاریم و خیارا رو روش میشینیم به این شکل. ظرف رو که پر کردیم لابلاشون سیر میذاریم، چند حبه سیر، دوباره مرزه و چند دونه نخود میذاریم که خیارشورمون پوک و خوشمزه بشه. و فلفل هندی تند که من نداشتم از پودرش استفاده کردم. 1 لیوان سرکه و 3 لیوان آب و نمک که جوشیده شده و سرد شده. درب ظرفا رو میبندیم، داخل قابلمه آب میریزیم و شیشه رو داخل قابلمه میذاریم. همینجور باید سرد باشن، هم شیشه ها و هم آب، که با هم به جوش بیان. وقتی جوش اومد 20 دقیقه میذاریم همینجوری بجوشه و بعد شعله رو خاموش میکنیم، میذاریم سرد بشه. شیشه ها وقتی که ولرمن در میاریم برمیگردونیم که اینجوری وکیوم میشن و تمام میشه جان.